حمید. همین گپ که در دلت خطور میکرد الله متعال گفت ولقد عفا عنکم، الله شما عفا کرده خلاص. حالی برای تو موقع نیست. عقیده اهل سنت والجماعت که ما کل صحابه را کلش عدول میپنداریم و در مقابلش هیچ نوع طعن و لعن نمیگیم. حتی جنگایی که در بینشان شده او جنگا بنابر خطاهای اجتهادی است، خودشان میدانه کارشان. ما در اون مورد چیزی نمیگیم، اعتماد سر کتابای تاریخ نمیکنیم. کتابای تاریخ هر دروغ راسته یک جا و جمع کرده. تاریخ همیشه تابع قدرت ها و نعوذ بالله امروزی که تاریخ نوشته شده تابع از اوست. از او خاطر در شان صحابه سخنایی را نوشته میکنه که او بسیار سخت است. از امو خاطر است ما در مورد صحابه گاهی هم زیاد تعقیب و این گپا را نکنه. افسوس است که یک تعداد علما چی میگه؟ والا ما دیدیم در مورد معاویه کمی دلم چی است، نکو که الله متعال ایمانی تا خراب میکنه. هر قدر که است در رکاب پیامبر جهاد کرده، به همراهی پیامبر در مقابل کافر ایستاد شده. توی امروز حفاظت دین عقیده خود نمیتونی. با یک آمدن نیروهای کفری نه زنی تا ماندی نه دختری تا نه خودی تا کلی تا در دفتر امریکا آشنا کردی. و صحابه نفس نداشتن، واد مادیات ضرورت نداشتن. اگر کرده باشه برای تو چی مناسب است؟ از امو خاطر است امی دروازه را بند کرد الله متعال. کدام فرقه هایی که در شان صحابه طعن میکنه ولو هر کس باشه بدانه که اولین مخرب بدین اینمی هسته و در قلبشان مریض است. الله متعال یار انجامش خوب تیر نمیکنه، یاد داشته باشی این را بباید. والله ذو فضل علی المؤمنین، الله صاحب احسان بزرگ است بالای مؤمنا. الله احسانات زیاد میکنه بالای مؤمنا. با وصفی که شکستم برای مسلمان آمده، بازم الله متعال رعب مسلمان را در قلب کفار انداخته تا بی مقاومت نداره در میدانا. استسعدون ولا تلون، در آن وقتی که شما بالا میرفتی طرفی کو ولا تلون، نظر نمیکردی علی احد، پشت سر نمیدیدی هیچ کسی را. و الرسول یدعوکم، پیغمبر آواز میداد شما را فی اخراکم، در پشت سریتان. در میدان نبرد و جنگ پیغمبر اول لنبر است. الله اینطور مقاومت داده. صحابه کرام وقتی که هزیمت و شکست دید و یک آوازه را شیطان بلند کرد نعوذ بالله که پیغمبر وفات کرد، صحابه کدام محبت و کدام رابطی که با پیغمبر داشت و این آواز شنیدن مجال نبود که کسی باز دیگه جرأت بکنه که شمشیر در مقابل بزنه. همه مورال مکمل افتاد. این مکمل افتادن مورال به خاطری است که رابطه قوی صحابه با پیغمبر به اندازه است که من میگم خبری مرگ پیغمبر اگر به کسی میرسید شاید که بیهوش میشد. از او خاطر صحابه را ملامت نمیکنیم. پیغمبر آواز میداد نروی. فاثابکم غما، بعد از او دریجه بعد از او کعب ابن مالک رضی الله عنه آواز قوی را داد که هلا پس دار بخوری که پیغمبر زنده. پیغمبر که آواز میداد که نگروزه، نمیشناختند. حواسا را باخته بودن به خاطر شنیدن مرگ پیغمبر. هیچ التفات و توجه به این صدا نمیکرد که صدای پیغمبر باشه. زمانی که کعب ابن مالک رضی الله عنه آواز داد که پیغمبر حیات است، یک دم صحابه پس بیدار شدن، به هوش آمدن، دور خوردن و باز چی صحنه میدان جنگ تبدیل شد. الله متعال چی میگه؟ فاثابکم، پس عوض داد برایتان، جزای تربیتی داد برایتان، غمم به غم، غم بالای غم، یعنی برای شما غم بالای غم. غم بالای غم چی بود؟ یک غمی بود که پس شکست خوردن، سردارا و قایدین خود شهید یافتن و او طرف پیغمبر علیه السلام دلش آزار دادن، دندان مبارک پیغمبر میده شد، شکست و روی پیغمبر علیه السلام زخمی شده بود و اونمو غنیمت هایی که جمع کرده بود کل پس از دست رفته بود. این کلش مصیبت ها بود، کلش. الله متعال چرا این غم بالای غم آمد؟ به خاطر که مؤمنا پخته شوه. مؤمن اینطور حالت سرش میه که یک غم ختم نکرده باشی که غم دیگه برات موجود است. خصوصا کسی که نو در عقیده پای میگذاره، قدرت الله متعال است. باز میبینی که آنقدر مصیبت ها سرش میه، پدر قطش مخالف، مادر مخالف، قوم مخالف، هیچ همو دوست و عزیز نزدیکت قطی تو باز سلام علیکی نمیکنه و اینطور یک در محاصره اقتصادی قرار بگیری که کرایه موتر ترجمه هم نداشته باشی. اینطور حالت ها سرت میه. ولی این برای عزیز که شما پخته شوی. دین از ما اینمی مطالبه نداره که ما کوره انگری را تیر کنیم که خوب پخته شویم در دین، باز خوب تاب مقاومت داشته باشیم، عقیده محکم شود.
از او خاطر با مصیبت ها هیچ وقت اعتنا نکنه. الله متعال میاره و دایی حکمت های الله متعال نهفته است. قرآن کریم سری صحابه چیسته، الله متعال سری صحابه آورده قرآن کریم از یاد میکنه. صحابه که مستقیم شاگردای پیامبر صلی الله علیه وسلم، خود پیامبر علیه السلام دایش است. چرا آورده؟ حکمت است لکی لا تحزنوا، به خاطری که شما دیگه غمگین نشوی، آنقدر مصیبت ها را تیر کرده باشه که باز دوباره کدام مصیبت برش التفات نمیکنه. آدم که در غم پخته شوه یک غم و دو غم هیچ در قصهش هم نمی باشه. اما تو رست یا نیست؟ الله متعال صحابه را امی قسم پرورش و تربیت کرد. ولا ما اصابکم، شما غمگین نشوی با آن چیزی که براتان میرسه. چرا؟ یک دفعه شما این غمای زیاد تیر کرده، حالی یک غم و دو غم پروا نداره. والله خبیر بما تعملون، خو یادتان باشه این غما سبب از این است که الله شما را دوست نداره. الله خبردار است به آن کاروایی که شما انجام میده، اخلاصمندانه، صداقتمندانه دعوت دین الله را میکنه، مبارزه و جهاد میکنه. الله خبر است، مکمل پاداشتان براتان میده. اینطور موقع بیاید که الله اینطور عزت براتان داده باشه که پرسان نکن. امروز صحابی را نمیشه ما میگیم چی میگیم؟ رضی الله عنه. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پس از او فرو فرستاد الله متعال پس از امی غم امنتا، آرام و راحتا، نعاسا که خواب پینکی بود. یغشا طایفة منکم که پوشانده بود یک جماعت شما را امی پینکی. و طایفة جماعت دیگر منافقا قد اهمتهم، در غم انداخته بود انفسهم، نفسایشان، نجات نفسایشان یاره در غم انداخته بود که چی کنیم. یظنون بالله، گمانای میکرد بالای الله، غیر الحق، خلاف واقع، گمانایی که خلاف واقع است. میگفت عجیب است، یک طرف میگیم که به حق هستیم و دیگر طرف شکست میخوریم. متزلزل شده بودن، یا منافقین بود. ظن الجاهلیه، گمان حماقت و بیوقوفی، نعوذ بالله، یا احمق بودن. البته میگفت که یک کلمه را بگویم دیگه هیچ صدمه بر ما نرسه. اینطور نمیشه. قرآن پیش نگفت ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتیکم مثل الذین من قبلکم؟ حالات مردم سابقه سرتان نامده در جنت داخل شوی؟ این مفت گپ نیسته. این مسیر به پیمای بعد از او باز بگو که من مؤمن هستم یا نیستم. به مجرد کلمه خواندن کلی عظمت و بزرگی را به خود جلب نکو. امروز مسلمانان ما همین رقم فکر میکنه، صرف بر رجستر مسلمانان نامش نوشته شده، تا ولی کلمه طیبه را تحقیق نکرده که چی مفهوم معنا داره. میگه نه کلی پیروزی ها و کامیابی نصیب ما باشه. اوه برادر، تو نه محنت کردی، نه زحمت کشیدی، نه دینی تا میفهمی، نه سرش عمل کردی، نه تطبیق کردی، بازم کلی کامیابی را به آن خود میدانی. عجیب نیست؟ به محنت هم به زحمت هم مثبت دست نه؟ ما چی کردیم؟ کتاب الله در طاق نهاده شد، حدیث پیامبر کسی آشنایی نداره و باز میگیم نه در مقابل کفار ما بالکل چی باشیم؟ قوانین اسلام کفار به خود گرفته از پیش استفاده میکنه، ثمره شدیده. لیکن ما مسلمان ها فراموش کردیم قانونای خود و کارهای خیریه را میکنه، کارهای عامل منفعه را، او تو نعوذ بالله شکمای مردم پر کده برو، شکم پرستی کده برو. باز میگه ما مسلمان هستیم، همه عزت برای ما باشه. قانونی تو را او دزدی میکنه، سرش عمل میکنه. امون نام نیک یا مدح خود تو برش میکنی که خب مردم از کافر چرا چای ما را جور کرده، سرکی ما را جور کرده. همین مدح را تو کمایی کو. پدرت که وفات میکنه مردمی شکم پرستا را پر نکو شکمشه، کاری را بکو که عامل منفعه باشه. جمهوریت گفته صدا میکنم، دنیای غرب گرفته، همین جمهوریت از اسلام گرفته، نظام شورایی پشت سر میه بخیر و سرش استفاده میکنه. تو هیچ خبرم آگاه نیستی، محض فقط چیسته میراثی مسلمان هستم اما کمالات بر ما حاصل شود. نمیشه اینطور گپ. الله متعال جدا میکنه. دو طایفه شد. یک طایفه کسانی بود، در اینجا بر ما واضح میشه که صحابه کرام الله متعال همونطور نمیگذاره. در این موقع یک وسوسه های شیطانی خطور میکرد در قلبای انسان. ولا به حق هم هستیم، برای دین الله میجنگیم و بازم ما شکست بخوریم. یک تعداد سوالات بر انسان پیدا میشه. الله متعال یک خواب پینکی را آورد. در چی سیرت نوشته میکنه، صحابی میگه که حتی یکی ما شمشیر از دستش چی میشد بگه میافتاد از دستی که همینطور یک خو سرش آمد. امو وسوسه ها یک دم از بین برد.
پس بیدار شدن. اونو حالت حالی تغییر کرده. اما دمی موقع منافقین ده چی بود؟ ده غم چی بود؟ که ما چطور خود نجات بدیم. نعوذ بالله فکرها میکرد که با ابو سفیان ده چی شوه، در راه مصالحه شوه و چیزی دیت توی گپا را بپردازه که یارا قتل نکنه. این گپا را چرت میکرد. باز میگفتن، باز طعن سری کی میزدن؟ سری مسلمان ها. یقولون میگفتن هل لنا، آیا بر ما هست من الامر، از امر من شیء، یک چیزی اختیار ما نداریم، هر چی که مشوره میدیم مردم از ما قبول نمیکنه، این آخر الامر ما را در کامی مرکشان. ما گفتیم که نمیتونیم، ما گفتیم که نمیریم. خیلی نمی مسلمان ها ما را نمیمانه. اینی مسلمان ها حالی هم در راه دعوت که یک مشکل برات پیدا شوه، باز دیگه چی میگم؟ کسی که متزلزل است، ما گفتم که از حکمتکار بگیری، ما گفتم نه، آخرش دیگه می نتیجه رسی سایکو بان که میرا بند شوه. خیر است تور گپا نزن، این گپای منافقین است. قل بگوی پیامبر علیه السلام ان الامر، یقینا اختیار، کله لله، کل اختیارات از الله متعال است. اگر او شکست به کسی میاره، اگر او غلبه را به کسی میاره، این همی شکستم بنابر حکمت الله متعال است. یخفون فی انفسهم، می پوشاند در نفسای خود امو عقیده نفاق، ما و عقیده را لا یبدون لک، که ظاهر کردن نمیتونه به پیش توی پیغمبر علیه السلام. او عقیده غلطی که داره و بزدل استن، همت نداره، او را می پوشانند. یقولون، میگویند در بین خود لو کان لنا من الامر، اگر می بود بر ما از اختیار، یعنی گپی ما می چلید، شیئون یک چیزی، ما قتلنا هنا، اینجا کشته نمی شدیم. ما خوب مشوره دادیم، یا قبول نمیکنه، گفتیم که قطعی لشکر مقابله نمیشه. قل بگه پیغمبر علیه السلام، الله اکبر، کتابی الله قرآنی طور کتابی است که مطلقی گپ در قلبت خطور بکنه، جوابش پس داده بشه، ولا کشته نمیشد. الله برش میگه قل بگوی پیغمبر علیه السلام لو کنتم، اگر شما می بودی فی بیوتکم، در خانه هایتان، لبرز الذین، بیرون می شدن و کسانی که کتبه مقرر کرده شده علیهم، بالایشان القتل، قتل، الی مضاجعهم، بیرون می شدن به سوی چی؟ جاهایی که در اونجا قتل میشه افتاده هستن. الله که چیزی را نوشته کرده، خامخا وسیله برش دور میشه و دمون منطقه و موقع میرسی و امونجا چی میشی، ولو که در خانه باشی. مؤمن خو عقیده پخته که داره، میگه از جانب الله است، مرگ از جانب الله است، بس میرم. مرگی تو نیست که حتما در جنگ داخل شم و حتما بمرم. خالد ابن ولید سپهسالار اسلام است، سیف الله است، لقب داده پیغمبر علیه السلام. کل عمر در جنگا تیر کرده، بدنش مکمل خالی از چی نیست؟ زخم نیزه نیست، اما در کدام جا میموره؟ در بستری مرگ ارمان میکنه که عجیب است، گریان میکنه که یا الله من اینقدر جنگا کردم، آخرم در بستری مرگ میمورم. اما یک آدم یک روزم در جهاد نرفته، میبینی که دمی خانه مرمی میخوره، دمی خانه از طرف زنش کشته میشه، زنش، بچهش، نزدیکترین کسی که سرش اعتماد داره از طرف یمازو کشته میشه. الله متعال مقرر کرده، این عقیده ماست، مرگ از جانب الله است. در هر ساحه که الله در هر ثانیه نوشته کرده، میرسه یا نمیرسه؟ اگر الله نوشته نکرده باشه کل مخلوق دنیا جمع شه، کشته میتونه؟ نمیتونه. این عقیده قرآن کریم است که برای ما بیان میکنه. ولیبتلی الله ما فی قلوبکم، فعل ما فعل، امی کارا را الله متعال انجام داد به خاطر از اینکه لیبتلی الله، امتحان بکنه الله، ما و ایمان، ما و غیرت، فی صدورکم، که در سینه های شماست، ولیمحص ما فی قلوبکم، که صاف بسازه ما و سخنای را، یا و ایمان فی قلوبکم، که در قلبای شماست، اجن و شک و وسوسه دو باقی نمانه، چرا که مؤمن توجهش کمل به سوی الله متعال است. این کارا به می خاطر است که اونجا ایمانا صفا شوه. آدم تا وقتی که در مقابله واقع نشده باشه معلوم نمیشه. مزه دعوت هم دی نمیسته که در جنجال واقع شوی. در جنجال که واقع هر کس گپی ده بپذیره، چقدر قیمت داری؟ مردم گپی تا میپذیره، دستی تا بوسه میکنه. نه، قدر قیمت وقتی پیدا میکنی که در مقابل مردم واقع شوی، بدانی که واقعا دعوت دین چقدر سخت بود، پیغمبر چقدر سختی را تیر کرده، صحابه چه قسم مشکلات را تیر کرده. والله علیم بذات الصدور، الله عالم است به صاحبان سینه. یعنی حاجت نیست، اگرچه حاجت و ضرورت برای امتحانا نداره، لیکن الله متعال علنا جرم مجرم ظاهر میکنه بیرون که هر کس بدانه.
اگر ظاهر نمیکرد مقابله نمیشد، پس آن معلوم میشد الله متعال میگفت که تو بزدل هستی، همت از دست میدی، تو نیستی. باز میگفت چرا؟ چون که در ظاهر نبود، اعتراض میکرد که نه من قوی و قدرت دارم. الله متعال علنا این میتور مقابله را میپرته که علنا معلوم شد که سبا روز امون نفاق و بدبختی و نعوذ بالله بزدلید بالکل سند سری تو ظاهرا موجود باشه که باز نگویی که من اینطور نبودم. چرا؟ تا وقتی که امتحان آمده باشه واقعا دوستی مخلص و غیر مخلص معلوم نمیشه. یک مناظره یک جای بود، مولوی سیبا بود یک چند تا، میگفت هر وقت میگفت مولوی سیب ما در خدمت هستیم، ما در خدمت هستیم، ماشاءالله الله براتون اجر بده. یعنی واقعا خدمتی عقیده شود. زنگ زدم، یک مناظره و مقابله بود، زنگ کی زد والا چیستا، یکیش خود گفت که اینا ما میایم، پس آمد، پس آن سوال کردم والا محترم تکر کرده بود، پس آن تحقیق کردم که نه از خانم نبرآمده بود. خب دیگه ایش زنگ زده بودم که بیا مولوی صاحب که نمیجا یک چیزی جر بحث است، تو هم باشی خوب است. گفت والا زنم مریض است، در شفاخانه بردیم. باز تحقیق کردم که نه زن بود نه چیزی بود. در وقتی مقابله معلوم میشه که واقعا دوستار دین، طرفدار دین، واقعا خدمتگاری عقیده کدام مردم است؟ و مردمی است که در موقع مصیبت استاد میشه، در موقع آرام و راحت هر کس حتی گریان هم میکنه برای عقیده. که در نماز استاد شد تو میگه نه اینقدر دلسوز بالای عقیده است که پرسان نکن. گپیسته که یک دفعه در مقابل واقع شوی او در پشت سر استاد باشه که بگو خدمت چی این طوری این مردمه. الله متعال لشکری پیغمبر اینمی رقم لشکر جور کرده. خو الله متعال میخواست با پیغمبر کسانی باشه که مخلصترین مردم باشه. چرا؟ به خاطر که لشکر صاف باز هیچ نوع شکست برشان نمیاد. اگر نیک منافقین امرایش باشه نه در عین وقتی جنگ سعی میکنه که گریز شروع میکنه و این سببی چی میشه؟ شکست لشکر. ان الذين تولوا منكم یقینا کسانی که رو گرداندن از میدان جنگ منکم از جمع شما یوم التقى الجمعان در روزی که رو برو شدن الجمعان هر دو فوج مسلمان و کافر انما استزلهم الشیطان یقینا این جز این نیست که یاره لغزانیده بود شیطان به بعضی ما کسبو به بعضی او اعمال ناپسنده که کسب کرده بودن. یعنی شیطان که یاره پایش لغزانید وجهش ای بوده که سابق یک نوع چی برشان پیدا شده بود. چرا؟ گناه را جلب میکنه. هر قدر که ایمان انسان قوی میشه دیگه نیکی را برای خود دعوت میده و جلب میکنه و هر قدر که نعوذ بالله انسان متزلزل میشه اموتور گناه دیگه جلب شده میاد. الله متعال میفرمه امو دو طایفه بنو حارثه و بلوچی سلمه قریب بودن که پس بگردن، نسبتشان الله متعال کرد که شیطان لغزانیده بود به خاطر بعضی گناهی که سابق داشتن. و کدام بود؟ به گپ منافقین گوش گرفته بودن، تبلیغات منافقین شنیده بودن. اگر تبلیغات نمیشنید هیچ گپی نبود، تبلیغات شنید قریب بود که پای از یا لغزانده شود توسط شیطان. لیکن الله متعال چی کرد؟ ولقد عفا الله عنهم، الله عفا کرده از یا آلی دیگه تعلو لعن کسی سرش کردن نمیتونه. ان الله یقینا الله متعال غفور مهربان ذات است، کسی را که مغفرت میکنه بخشش میکنه، حق اعتراض و انتقاد هیچ کسی نداره. مخلوق الله است، کسی را مغفرت میکنه. حلیم بردبار است، یعنی زود انتقام نمیگیره. اگر زود انتقام میگرفت همین مردمایی که یک کمی خطایی شده بود الله یارا معاف نمیکرد، لیکن الله متعال زود انتقام نمیگیره. گناهگار است که یک مشرک 60 سال به سنگ سجده میکنه الله متعال او را چی نمیکنه؟ موقع میده که تو باش چی میکنه. آخر الامر از عقل و بصیرت خود کار میگیره یا نمیگیره. یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آورده لا تکونوا کالذین نشوی بمثل کسانی که کفروا کافر هستند در حقیقت اگرچه در ظاهر به زبان خود اسلام آشکارا میکنه و قالوا گفتن لاخوانهم برای برادرای خود، یعنی به هم مشربای خود گفتن اذا ضربوا فی الارض وقتی که سفر میکردن در روی زمین و ناگهان مرگ سرشان آمد، ناگهانی تقدیرا مرگ سرش آمد، او کانو غزن یا بودن جهاد کننده و بعد از او کشته شدن چی گفتن؟ لو کانو عندنا اگر می بودن پیش ما و سفر نمی کردن جهاد نمی کردن ما تو یا کشتن وفات نمی کردن و ما قتلوا کشتن نمی شدن. الله متعال می فرمه که این منافقین است که اینی گپار زمزمه میکنه همیشه
لیکن اینمی گپ اونمو آرمانشان است. دل از یا سوخته کسی که ما برش میگیم یا قبول نداره ما برش میگیم یا قبول نداره. منافق صفتا را چطور میتونه که در عذاب بندازه؟ میفهمی؟ چی رقم؟ او که وسوسه برات خلق میکنه، کوها برات پیش میکنه، بگو من کده نیستم بیکاره. بازو چی میشه؟ وی سعی که اینا گپ مرا نمیگیره. وی الله متعال میگه منافقین همیشه اینمی افسوسا را خورده رئیسته که گپ میماره. مجاهدین قوی پیکر هیچ قبول نداره. لیکن این گپای شما اینطور نیست. از همون خاطر گفتارای منافقین و هیچ نوع تاثیری بالای مجاهدین واقعی نمیشه. چرا؟ شک و شبهه در قلب مجاهد آمده نمیتونه. چرا؟ به خاطری که مؤمن و موحد میگه مرگ من از جانب کیست؟ الله. اگر من در خانه باشم، اگر در سنگر باشم، اگر من در سفر باشم، اگر من در اقامت باشم، مرگ از جانب کیست؟ کی میارشه؟ به اذن کی میایه؟ یک سکند مرگ تو بالا میشه؟ نمیشه. خب منافقین قلبشان خوردن. از این خاطر الله میگه لیجعل، این سخن در دل از الله متعال انداخته، ایره به خاطر انداخته لیجعل الله ذالک، که بگردان الله اینمی سخن همیشه همی گفتارای از یاره حسرتا سبب افسوس فی قلوبهم، در دلهایشان نتیجه از اینمی افسوسایی. هیچ غیر از افسوس دیگه چیز در دست نمیاد. بخورن افسوسه. خب لیکن ما اینمی طور شبهای ازوار باید از بین ببریم. از همون خاطر در راه دعوت کسایی که براتون کوها را وانمود میکنه که نکو که اینطور میشی، نکو که اگر اینطور بکنی باز تو را وابی میگه، بگویا چی میشه؟ حالی به وابی گفتن تو در جهنم میری، عزتی تو پایین میشه، بگویا. این گپا مانع نشه برای دعوت دینت، برای اظهار عقیدت، برای عملی کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولا مردم اینطور میشه، مردم خفه میشه، نکو پشتی مردم خفگان. اینه باز اینمی مردمای بزدل میگه ما گفته بودم برش، خیلی قبول نداره، اینا قبول نداره. بان که افسوس خورده بره، تو کاری تکده برو. والله یحیی و یمیت، الله زنده میکنه و میمیرانه. بس یک جواب شد. چرا دروغ میگی که اگر گپی ما را قبول میکرد یا چی نمیشدن یا نه وفات میکردن و نه کشته میشدن؟ الله متعال یک جواب داد. والله یحیی و یمیت، الله زنده میکنه و میمیرانه. خدا کنه که او در سفر باشه یا در اقامت، در سنگر باشه، اگر در خانه باشه، در هر جایی که باشه. والله بما تعملون بصیر، الله به اون چیزی که شما انجام میدی یا گفتار میکنه یا گمان داره، بصیرون بیناست، میبینه. پس سری الله یک چیز پنهان نیست. شما اراده محکم برای دعوت دین بکنه، غم پروای کسی دیگر نکنه. ولا ان قتلتم فی سبیل الله، او چی جایی کاش که آدم در تو راه بمره، خیر است به خاطر عقیدت تو از منطقه رانده شوی. ما گفتم که امی گپا نکن، سعی کو دیستی کشید شه. خب امامتکش بود، تنخوا گک برش می آمد، معلومی گک داشت. ما گفتم که امی را نگو، خب کشید شه. گپی مرا قبول نکرد، این گپا را میزنه. کاش که به خاطر دین الله این مصیبت سر انسان بیا. قرآن امی را میگه که عجیب است. ولا ان قتلتم، اگر شما کشته شده فی سبیل الله، در راه الله. در راه الله کدام میگه؟ به خاطر اعلاء کلمت الله. مقصد و غرض بالا دستی چیست؟ قانون الله، که قانون الله حاکم شود. مردم میگه از وطن خود دفاع میکنن، بد کو که از وطن دفاع میکنی، از دین دفاع بکن. وطن کی کشیده؟ کل سرزمین الله تعالی. از قوم خود دفاع میکنن، قوم دفاع میکنی. عجیب است. این نعره نعوذ بالله عصبیت است، جاهلیت است. نعره اسلام فقط اعلای چیست؟ کلمت الله است، خلاص دیگه کدام گپی نیست. ولا ان قتلتم فی سبیل الله، اگر شما کشته شوید در راه الله متعال، او متم یا در راه الله به مرگ خود وفات کنی، لمغفرتون، پس هیچ نوع خساره نیست، تاوان نیست. چرا تاوان نیست؟ لمغفرتون من الله، کدام بخششی که از جانب الله است، و رحمتون، رحمتی که از جانب الله است، خیرون، به درجه بهتر است، مما از او مال دارایی یجمعون، که مردم جمع کرده رایستن. این مردمایی که صبح میره خفتن میآید، کسیش در موتر، کسی در زمین، کسی در دکانداری، کسی در دفتر. یادتان باشه آن چیزی که در راه الله مصیبت برد رسیده، این به درجه ها بهتر است. درجه ها بهتر. عمر انسان چقدر است؟ آخر میریم یا نمیریم؟ میریم یا نمیریم؟ خب عمر چی وقت قیمتی کرده میتونیم؟
که لحظات عمر ما در خدمت دین تیر شد. به خاطر کی؟ رضامندی الله متعال. الله همینطور حالت نصیب ما بکنه یک لحظه عمر ما بدون فکر و غم دین تیر نشود. این بهتر است، این اهمیت داره. حتما رفتن سی ظاهر شام رفت، پاچا بود. خب کاش که غم دین نمیخورد که امروز 10 دانه مدرسه قوی دارالحدیثای قوی را در افغانستان میساخت، درسای قرآن کریم که آلی برش در همون درسگاه دوام میکرد، لیکن هیچ به درد نمیخوره. ما ایران ماندم یک تعداد مردم آنقدر خوش هستند که الا بادیگارد است، که الا خانه ما محاصره به چکا و چیست پول چکا است، به سیمای خاردار است. برای چی؟ 7 روز وفات میکنی، عمری تا در خدمت کی تیر کردی؟ چه قسم میروی؟ تو فکر کده یا نه کدام طرف؟ یا عمر دائمی است؟ یا روز تو خوردن و نوشیدن کده میری؟ بیا نکو، این دنیا فانی است. ما و تو که روان شدیم در دنیا برای انجام یک مسئولیت. الله متعال جهنمی و دوزخی ها را جدا میکنه. کی رای جهنم کی میگیره، جنت کی میگیره. کدام را آدم انتخاب بکنه و کدام طرف روان شود؟ کاش که در راه الله ما بندی شویم، از مسجد کشیده شویم. مردم بگه که اینی مولا را به خاطر حقگویی عقیده توحید بیان کرده بود مردم کشید، به خاطر ترک دعای سنت همین مردم کشید. برکت سنت ما دیده، برکت سنت برای ما معلوم شده. الحمدلله ما به خاطر یک دعا بعد از فرض و سنت با هیئت اجتماعی در دوران طالبا مدرسه از پیشم گرفته شد، موتر گرفته شد، از پانتون رانده شدم. و وقتی که برادرم از پیشم جدا شد، اون موقعی که کارکن بود، شما باور به الله بکنید 10 افغانی هم نداشتم. 10 افغانی چطوره؟